اگر می‌دونستی اولین تمدن جهان یعنی این تمدن ایرانی و چه تأثیرات بزرگی جهان گذاشته، همه باوراتون عوض می‌شد. به نام ایزد یزدان، خیلی خوشمد به کار خودت یعنی رادیستوری بابا بنازم. ما اساساً در این کانال به مباحث تاریخی خیلی با ارزش و کم نظیر ایران بپردازیم که خیلی جا یا نگفتن یا بسیار محدوده. پس لطفاً اگر میشه این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا برید سراغ ویدیو. تمدن جیروف یا همون آراتا، تمدنی با 7000 سال قدمت، تمدنی با کشف اون محاسبات همه تاریخ‌دان‌ها و تاریخ شناسا رو به هم ریخته و باعث شده که تاریخ رو نو بنویسن. تمدنی که با کاوش در اون فهمیدن که قدیمی‌تر از تمدن‌های مثل سومر در بین النهرین، تمدن ایلام در جنوب غربی ایران و تمدن مصر در مصر شده که ایران در حوزه تمدن اوله. در سال 77 وسط 2 سال خشکسالی رودخانه هلیرود، یک سیلاب عظیم‌الجثه طبق ویدیویی که می‌بینید اتفاق افتاد و خیلی چیزها رو مثل خاک با خودش شست آورد و خسارات زیادی به کرمان زد. اما یه اتفاق خوب در پی داشت. از گذشت 1 سال با پایین آمدن سطح رودخانه هلیرود و خشک شدن کاملش، اتفاقات عجیبی از دل خاک بیرون زد و با نبود نظارت کافی پلیس کرمان و وزارت میراث فرهنگی باید بگم که متاسفانه بزرگترین غارت آثاری باستانی جهان در تمدن جیروف اتفاق افتاد و 5000 آثار از جمله سنگ نوشته، سفال آهنی و گلی، سفال طرحدار، صنایع دستی، اسکلت، عتیقه و جواهرات از این تمدن غارت شد و مردم اطراف زار و زندگی رو ول کردن. با بیر و کلنگ شروع به کندن سوراخ‌های غیر قانونی و غیر اصولی، خسارات‌های جبران ناپذیر به این آثار و تا مرز نابودی و تجزیه کامل این تمدن پیش رفتن. با کمترین قیمت این آثار رو به قاچاقچیان فروختن متاسفانه و سرانجام در سال 1379 یا 2000 پس از گذشت 1 سال و نیم، پلیس کرمان و وزارت میراث فرهنگی متوجه این عمل و شروع به دستگیری و بازپسگیری این آثار ارزشمند از قاچاقچیان و مردم اطراف شدند و شروع به تحقیق و کاوش درباره این مسئله و تمدن جیروف کردند. سرانجام در سال 1382 یا 2003 وزارت میراث فرهنگی فردی به نام یوسف مجیدزاده سرپرست تحقیق و کاوش این تمدن با ارزش و باستانی کرد. یوسف مجیدزاده با تحقیق روی آثار بجامانده تمدن جیروف تونست اطلاعات مفیدی درباره سبک و نوع زندگی این تمدن به دست بیاره و میشه گفت تمدن جیروف اولین تمدن جهان و خالق هنر معماری و دستی که از این آثار شیء و سخن تایید کرد که ایران در حوزه تمدن و هنر اوله. بابا بنابه تمدن جیروف در جنوب غربی کرمان در حوالی شهر جیروف این روزیه که رودخانه هلیرود هم مرکز این تمدن عبور میکنه. میخوام دقیق‌تر به شما توضیح بدم. طبق آثاری که از دل خاک بیرون آمده تخمین زده شده که نقشه و بخش اصلی شهر تمدن جیروف این نقشه‌ای که میبینید و جاده باریکی در کنارش از جاده احتمالی ابریشم که پس از گذشت 2000 الی 4000 سال همچنان پاورجا و آبدیت شده. ولی این دو سوال پیش میاد که چرا مردمان تمدن جیروف منطقه‌شون رو در جایی کم آب، گرم، سیر و بیابانی قرار دادن و این میزای آباد نبوده که بیرن اونجا. بعد دیدیم که همه تو در اشتباهی. بله اشتباه. چه اشتباهی؟ چرا که تمدن جیروف بسیار پرآب و حاصلخیز بوده. چرا که رودخانه پرآب هلیرود در مرکز این شهر بوده. جدی میفرمایید؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ حالا چه این حرفا میزنم؟ چرا که با پیشرفت علم و تحقیقات مخبران در این حوزه کشف کردن که صحرای بزرگ کرمان و قزوین یه زمانی دریاچه بسیار وسیع و پرآب و پر از درخت بوده که با تغییرات آب و هوایی، تغییرات زیست محیطی، افزایش گرمای زمین و جمعیت زمین و بسته شدن رودخانه‌ها متاسفانه این دریاچه‌ها کم آب شده و از بین رفتن. و یکی دیگه از دلایل اصلی که این شهر بسیار پرآب بوده سرشت رودخانه هلیروده که امروزه این آثار ازش باقی مونده و هر سه کاملا نخوش شدن و این تمدن پر از هنر و معماری عجیب غریب امروزه این خرابه‌ها ازش باقی مونده
که در یونسکو به عنوان محله کمال الدین خرابه‌های قدیمی ثبت شده و علاقه‌مندان میتونن واسه بازدید مراجعه کنن. متاسفانه به خاطر دزدی و خرابی‌هایی که این سلاطین به بار آوردن، اجازه ندادن که منابع کافی و درستی در سطح حوزه جهانی درباره این تمدن به کار بمونه. اما با کشف موقعی از آثار اطلاعات نیاز به در آمد، مثل این آثار که با تحقیق و کاوش آنها اطلاعات مفیدی در هر حوزه‌ای مثل حوزه پوشش به دست میاد. مثل این دو آثار که اشاره میکنه مردها به خاطر گرما به بالاتنه اهمیت نداده و واسه پایین تنه معمولا شلوار و شلوارک پوشیدن و از یوسایی که در دستشون میبینید میشه فهمید که مردها یوسا رو رام کرده تا در شکارها راحت‌تر و استفاده بهینه کنند. اما متاسفانه درباره زن‌ها اطلاعاتی نداریم. اما با اشاره‌های غیر مستقیم و لوها میشه فهمید که پوشش زن‌ها در بالاترین مقام به این شکل و در پایین‌ترین مقام به این شکله که هر دوی این پوشش‌ها میشه اشاره به هنر ایرانی کرد. اما اینجا یه اطلاعات پیش میاد که داداش تمدن جیروفت هم مثل بقیه تمدن‌ها به خاطر نبودن تکنولوژی‌های این زمان مشغول کارهای مثل کشاورزی و دامداری بودن. اما یه فرق بزرگ تمدن با بقیه جهان داشته، یعنی که علاوه بر این دو کارهایی مثل سفالگری و آهنگری و هنر معماری بودن که در حوزه خود بسیار ارتقا یافته و عجیب بوده و این هنرها در کنار هم باعث ایجاد این شهر زیبا و بزرگ شدن که یکی از عجیب‌ترین معماری‌های اون زمان یعنی این زیگورات انقدر عجیب بوده که پادشاه کهن سومر یعنی امبرمرک در نامه از تمدن جیروف درخواست کرده که در قبال ثروت مهندسین رو به این منطقه بفرستن که بتونن شهر معروف سومر رو طراحی کنن که امروزه این آثار باقی مونده که کاملا هنر ایرانی داره و به قدری این معماری محاسبه شده بوده که پس از گذشت 2 الی 4000 سال همچنان طبقات بسیار زیادی از این زیگورات به جا مونده که با دفن شدن تو خاک هم تجزیه نشده آجی. یعنی فکر کن دیگه چه کارش کردن و با تحقیق و کاوش گروه یوسف مجیدزاده تونستن این زیگورات رو به درستی و با کمترین خرابی از داخل خاک بیرون بیارن که این آثاری که الان نگاه میکنید و فقط به اینجا ختم نمیشه که علاوه بر هنر معماری هنر صنایع دستیشون هم خیلی قوی بوده ناموسن. مثل این تصویری که میبینید از هنر صنایع دستی مردمان تمدن جیروفته که پس از گذشت چندین هزار سال همچنان ظرافت و دقتش باقی مونده که هنر ایرانی از اینجا نشأت گرفته و به خاطر همین هنرهای مختلفی که این تمدن یک مرکز تجاریه که محصولاتی مثل محصولات کشاورزی، صنایع دستی، صنایع فلزی و سفالی، علم معماری و علم پزشکی رو به تمدن‌هایی مثل تمدن ایلام، تمدن شهر سوخته و تمدن سومر در بین‌النهرین که آثار این تمدن در اونجا هم دیده شده. بنابراین این تمدن یک مرکز تجاری و اقتصادیه که هر حکومتی مثل حکومت هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان این قلمرو رو در دست داشتن بسیار از نظر ثروت، اقتصاد، تجارت و رونق در سطح دیگه قرار می گرفتن که یکی از مهمترین مراکز جاده ابریشمه که حتی کوروش بزرگ هم این تمدن رو به نام تمدن آراتا یاد میکنه. افزون بر این که تمدن جیروف علاوه بر این همه هنر و معماری اولین تمدنی بوده که حروف الفبا رو در جملات خودش استفاده و قابلیت جمله بندی داشته که ایران در حوزه تمدن، هنر و معماری و این حروف الفبا اوله. بابا بنازم داداش این کارات چیه؟ یعنی یه دونه لایک رو ما نمیرسه، این همه اطلاعات، این همه اشغال زگر میشه دار یه دونه این ویدیو رو یه دونه لایک بکن، یه دونه سابسکرایب و یه دونه زنگوله، کاری نداری که. هنوز درباره دین هیچ اطلاعات و منابعی به دست نیامده و از اونجایی که تمدن جیروف قدمتی 5 الی 7000 ساله داره باید گفت که قبل از دین مزدایی به دینهای محلی و بعد از آمدن دین مزدایی به دست زرتشت به این دین گرایش پیدا کردن.